کاری کنم این سمت راست من لیست آخرین اخبار ظاهر بشه یا لیست بشه اصطلاحاً. میگم برای اینکه برم یه لیست از توی بانک اطلاعاتی فراخوانی کنم باید از چی استفاده کنم؟ رکورد ست. میام تو تب اپلیکیشن گزینه رکورد ست رو میزنم. میگم یه آدرس یک توسط کانکشن CN وصل بشم به جدول نیوز. درسته؟ میگم یه فیلتری وجود داره؟ میگم نه. میگم یه نیاز به همه فیلدها داری؟ میگم نه، فقط به آیدی نیاز دارم با تایتل خبره. حالا اگه دیتش هم باشه مشکلی پیش نمیاد. میگم یه مرتب سازی داری؟ میگم بله. میگم آیدی به صورت نزولی، یعنی چیکار کنه؟ آخرین اخبار رو اینجا لیست کنه، به ترتیب نمایش بده. اوکی رو میزنم. تا اینجا رکورد ست من چی شده؟ ساخته شده. برای نمایشش از چی استفاده کنم؟ برای نمایش رکورد ست از چی استفاده میکنی؟ داینامیک تیبل. میگه چند تا نمایش بده توی هر صفحهش؟ میگم 10 تا بیشتر نمایش نده. این 10 خبر آخر سایت رو میخوام این سمت راست لیستش کنم. خب میگم آیدیو که کاربر نباید ببینه. من اگه همین رو اجرا کنم این شکلی شد. درسته؟ من که نباید این شکلی ببینمش. میگم اول از همه بیام این ستون رو انتخاب کنم. میگم یه بک‌گراند دیگه بهش بدم. حالا هر چیزی یه چیزی فهم متمایز بشه. خب میگم تایتلا باید اینجا لیست بشه بیاد. این عنوانا دیگه به درد من نمیخوره. این از این. میگم چیکار کنم حالا؟ میخوام زمانی که کاربر روی لینک خبر کلیک کرد بره خبر مربوطه رو ببینه. پس میخوام چیکار کنیم؟ میخوام یه کاری کنیم کاربر زمانی که روی لینک خبر کلیک کرد یا اسم خبر کلیک کرد بره خبر رو ببینه. میگم خب چیکار کنیم؟ کلمه تایتل خبر رو روش کلیک میکنم. توی لینکش مینویسم مثلا news_view.php. علامت سوال آیدی مساوی. میخوام آیدی این خبرها رو بفرستم به یه صفحه به نام نیوز ویو و اونجا آیدی رو دریافت کنم، بیام اطلاعات خبر رو به کاربر نمایش بدم. میگه خب آیدی رو از کجا بگیرم؟ میگم مگه اینجا آیدی رو چاپ نمیکنه این قسمت؟ الان روی این کلمه نیوز بیام پایین نگاه کنی میبینی که آیدیش چیه؟ خالیه. درسته؟ میگم خب اینو چیکار کنم؟ میگم همین دستوری که داره اینجا آیدی چاپ میکنه رو از این بالا کپی میکنم. درسته؟ بعد میام روی این تایتل کلیک میکنم، میگم جلوی این علامت آیدی مساویه چیکارش کن؟ پیستش میکنم که همینجا بیاد چاپ کنه مقدار آیدی رو. الان تو استاتوس بار نگاه کنی میبینی که برای خبر ولکام نوشته آیدی مساویه 1. میگم خب کارم با ستون آیدی تموم شده. اینو ستون رو چیکار میکنم؟ حذف میکنم. بعد میگه نیاز نیست به کاربر بیام تاریخ رو اینجا نمایش بدم. میخوام کاری کنم زمانی که روی تایتل خبر مکس کردم زیرش تاریخ درجه خبر رو بنویسه. خب میگم چیکار کنم؟ این روی دیت کلیک میکنم، میبینم دستور برای نمایش تاریخ خبر اینه. اینو میام کپی میکنم. توی تگ A یا همون تگ HTML A ما یه مشخصه داریم به نام تایتل. درسته؟ من توی تگ A مون یا همون تگ HTML A مون میام چیکار میکنم؟ تو قسمت تایتلش مینویسم مثلا نیوز دیت 2 نقطه چی رو چاپ کن؟ تاریخی که تو بانک اطلاعاتی ذخیره شده رو همینجا بیا جلوش چاپ کن. ذخیره کنم صفحه رو، رفرش میکنم. الان روش مکس میکنم یا چی مینویسه؟ تاریخ خبرها رو مینویسه. یعنی یه تایتلی واسه هر کدومشون در نظر گرفتم. میگم خب کارم با خود تاریخ خبر چی شده؟ تموم شد. حالا میتونم اندازش رو بزرگتر کنم. این است. کاربر میگه نوشته لینک آنچنان مشخص نیست. تو این ترکیب رنگی که ما چیدیم اصلا نوشته مشخص نیست. میگم خب برای این کار من روی پیج پروپرتیز
کلیک میکنم. یه تبی داره، یه گزینه‌ای داره به نام لینک. روی لینک کلیک میکنم. اینجا میگه فونت لینک تو مشخص کن. اگه خواستم میتونم از این فونت رو استفاده کنم. اگر لیست خانواده فونتی که خواستم استفاده کنم تو این لیست نبود، میام از توی قسمت ادیت فونت لیست یه فونت برای خودم تعریف میکنم، یه گروه فونت تعریف میکنم. میگم فونت تهام‌ها اولی باشه، بعدش تایم نیو رومن باشه، بعد آریال باشه. درسته؟ بیام همین سه تا برای من کافیه. اوکی میزنم. حالا میام اون خانواده فونتی که ساخته بودم و اینجا چیکار میکنم؟ انتخاب میکنم. میگه سایز فونتات یا لینکات چند باشه؟ میگم 12 کافیه. میگه رنگ لینک چه رنگی باشه؟ میگم تو سبز. حالا زرد میذارم ببینم تو سبز خوب در میاد یا نه، یا اصلا سفید میذارم. میگه رول اوور لینکش رنگی باشه، یعنی زمانی که موس اومد روی لینک چه رنگی باشه. ویزیتد لینک چه رنگی باشه، یعنی زمانی که کاربر یه بار یه لینک رو دید بار بعدی اومد لینک رو ببینه چه رنگی بشه. یا اکتیو لینک، یعنی زمانی که شما روی لینک هستین دارین کلیک میکنی رنگ لینک چه رنگی بشه. این از این. اوکی میزنم. ببینید رنگ لینک من چه رنگی شده؟ سفید شده. حالا میتونم اینو وسط چین کنم و اینجا نمایش. خب این از این رسم. کاربر میگه این خبر من الان من میام برای جدول کلی خودم یا جدول سایت خودم ارتفاع رو مثلا میذارم 900. این یه ارتفاع خاصی داشته باشه. چه اتفاقی افتاده؟ اندازه سایت من چی شده؟ به هم ریخته. چرا؟ چون من این قسمت بالای سایت خودم رو فیت نکرده بودم. الان میام از این پایین انتخاب میکنم میچسبونم به سمت بالا که هر چی فاصله از این پایین وجود داره برطرف بشه. سیوش میکنم. الان از بالا همچنان چی داره؟ فاصله داره. خب فاصله از بالا چطوری میشه برطرفش کرد؟ سیو میکنم. درسته؟ چون عرض ارتفاع صفحه کم بود از بالا جا باز میکرد میومد به سمت پایین. حالا الان یه کار دیگه انجام میدم. میخوام یه نکته دیگه رو توش بگم. من میام توی این سلول سمت چپ مثلا یه چیزی رو مینویسم، سیو میکنم. کجا اومده؟ مرکزش اومده. مرکز این سلول سمت چپ اومده. درسته؟ کاربر اگه بخواد بند نوشته رو بنویسه که به بالا بچسبه باید چیکار کنه؟ آیا راهی وجود داره؟ ببینید نوشته من از وسط سلول شروع میشه، از بالا شروع نمیشه. برای این کار توی سلول مورد نظر، سلول هر تی آر توی HTML یک سطر ایجاد میکنه، هر تی دی توی HTML یک ستون ایجاد میکنه. برای اینکه محتویات این سلول من به بالا بچسبه من توی تی دی مربوطه کلیک میکنم، یه اسپیس میزنم، یه مشخصه‌ای داره به نام وی الاین یا ورتیکال الاین. روی ورتیکال الاین اینتر میزنم، یه گزینه‌ای داره به نام تاپ. الان نوشته من از کجا شروع میشه؟ بالا. حالا میتونم باتم باشه، میدل باشه، هر چیز دیگه باشه. حالا به موقعش در واقع اونام بحث می‌کنم. این از این. حالا کاربر میگه نمیشه کاری کرد این نوشته خبر من حرکت کنه. معمولا شما تو سایتایی که میرین آخرین خبرها در حال حرکت کردن، حالا سمت چپ یا راست وبسایت باشه. میگم خب روی این لینک کلیک میکنم، میبینم که اینجا قرار اطلاعات لینک همون خبر من قرار داده بشه و کلش داخل یه چی وجود داره؟ داخل یه تیبل یا جدول وجود داره. یعنی کل این اطلاعات خبر من میخواد داخل یک جدول کلی نمایش داده بشه. من میتونم یه کاری بکنم کل جدول توی صفحه حرکت کنم. میام اول میگم به جای اینکه جدول رو حرکت بدم میخوام فقط این نوشته، همین نوشته که اینجا قرار چاپ بشه متحرک بشه.
میگم این دستوری که اینجا وجود داره یه حلقه دو وایله، درسته؟ یعنی این حلقه دو وایله در واقع داره دونه دونه رکوردها از تو بانک اطلاعاتی میخونه و اینجا نمایش میده. چون من بیشتر از یه دونه رکورد بیشتر اینجا ندارم، همین آورده نشون داده. حالا بعد از اینکه این کار انجام دادیم تعداد رکوردها رو بیشتر میکنم. میگم خب برای تحرکش از چه دستوری میتونم استفاده کنم؟ یه تگی وجود داره به نام مارکوی. مارکوی باز و مارکوی بسته. قبل از حلقه دو وایل باز کردم و بعد از وایلش اومدم مارکوی رو بستم. سیو میکنم ببینیم چه اتفاقی افتاده. تغییری اعمال شده؟ نه. خب میگم واسه مارکوی میام چیکار میکنم؟ یه مشخصه داره به نام دایرکشن، درسته؟ میگم دایرکشنش باشه روی داون مثلا، سیو میکنم. بعد میگم اندازه این تیبلی هم که میخوام توش خبر رو نمایش داده بشه رو باید زیاد کنم دیگه که بتونه اطلاعات توی اون حرکت بده. سیو میکنم، اجرا میکنم. خب چرا باز حرکت نکرد؟ ببینید الان من دارم میگم بیا چی رو حرکت بده؟ یک تی آر رو. تی آر چیه؟ یک سطر توی جدوله. آیا سطر رو میتونی تو تیبل بچرخونه؟ ببین تگ مارکوی رو من اینجا اگه عادی استفاده کنم من می‌نویسم مثلا سلام. کلمه سلام بین مارکوی باز و بسته قرار میدم. میگم مارکوی باز و مارکوی بسته. سیو میکنم. حالا اجرا میکنم. ببینید سلامه داره حرکت میکنه. آیا این میتونه سطر جدول دور خودش بچرخونه؟ سطر یه چیز ثابت توی جدوله. میگم خب چیکار کنیم که از این مشکل فرار کنیم؟ میگم تنها راه ما اینه که این تیاره رو کلا حذف کنیم. یعنی دیگه این ساختار ما داخل یک جدول نباشه، یا اگر میخواد باشه کلش داخل یک سلول جدول باشه. میگم خب چیکار کنم؟ این حلقه دوال من داره سطر ایجاد میکنه، یعنی با هر یه بار تکرار این دوال یک سطر رو به جدول اضافه میشه. میگم خب کاری نداره، میتونیم اطلاعات این سطر و ستون رو از چی خارج کنیم؟ از حلقه دوال خارج کنیم، ببریم بعد از حلقه دوال قرار بدیم. درسته؟ خب الان اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. کاربر میگه باز که تکون نخور. میگیم چون مارکوی رو همچنان انداختیم پشت چی؟ پشت این سطر رو ستونمون. تازه محتویات رو از توی سطر جدول آزاد کردیم خارج از حلقه شد، ولی مارکوی همچنان میخواد چی رو جابجا کنه؟ یک سطر رو جابجا کنه. پس میگم مارکوی رو میام چیکار میکنم؟ میندازم داخل خونه جدولم یا همون تیدی خودم. درست شده؟ حالا ببینید اینو من هی خواستم خراب نشونش بدم که تو شما ببینید چطوری میشه مشکل رو برطرف کرد و حالا با ساده این حالت میشه یه مارکوی تو این قسمت راه انداخت. خب حالا کاربر میگه این مارکویی که من دارم اگه نگاه کنید سرعتش زیاده نسبتا، چیکار کنم سرعتش بهتر بشه؟ میگم برای درست کردن سرعتش شما تو خود مارکویی یه مشخصه داریم به نام اسکرول اماونت. من اسکرول اماونت میذارم روی 5، سیو میکنم، اجرا میکنم، دیگه تغییر آنچنانی نکردم. میذارم روی 10، ببینیم چه اتفاقی میفته. کمتر میشه یا بیشتر؟ بیشتر. میگم خب نرمالش میتونه چند باشه؟ میگم 2 یا 3 باشه خیلی خوبه. درسته؟ حالا این دیگه به خودتون بستگی داره که بخواید سرعت مارکوی جدول خودتون یا اون اطلاعات خودتون رو چند تنظیم کنید. این از این. ببینید شما توی مارکوی دایرکشن دارین، چپ، راست، بالا، پایین، آپ، داون، لفت، رایت. خب میگه کاربر میگه الان خوب شده ولی من روش کلیک میخوام روش کلیک کنم این داره همچنان پایین میره، اصلا مکس نمیکنه، یعنی منتظر نمیمونه من وقتی اومدم روش ایست کنه من کلیک کنم دوباره اگه
از روش رفتم کنار، دوباره ادامه بده حرکت خودشو. میگه چرایی واسه استاپ کردن مارکویی وجود داره؟ میگیم توی خود مارکویی یه اسپیس میزنیم، یه مشخصه ای هست به نام آن موس آور، یک رویداده. میگم رویداد آن موس آور یعنی زمانی که موس اومد روی مارکویی. میگم آن موس آور چی باید بشه؟ زمانی که با موس اومدم رو مارکویی باید چه اتفاقی بیفته؟ باید توقف کنه دیگه مارکویی دیگه. مینویسم استاپ، یه تابع جاوا اسکریپت، درسته؟ الان رها کنم به حرکت خودش ادامه نمیده، چون من گفتم زمانی که من اومدم روش استاپ بشه دیگه، بهش نگفتم دوباره رهاش کردم ادامه بده حرکت خودشو. میگم پس باید این دستور رو ادامه بدم، باید تو مارکویی یه دستور دیگه اضافه کنم، بگم almost out، یعنی زمانی که موس از روش خارج شد چه اتفاقی بیفته؟ استارت بشه، یک رویداد میام روش استاپ میشه، بیام کنار حرکت میکنه، بیام رو مارکویی استاپ. حالا کاربر به راحتی میتونه کلیک کنه و بره نیوز مربوطه رو ببینه. حالا نمیخوایم زیاد اینو باز کنیم، میخوایم بریم الان صفحه نیوز ویو رو بسازیم. یعنی من میخوام یه کاری کنم، کاربر روی لینک کلیک کرد رفت تو صفحه جدید، اونجا اطلاعات خبر رو ببینه. میگم خب صفحه ای که مربوط به نیوز ویو باشه میتونه یه کپی از همین صفحه ایندکس من باشه، یعنی صفحات اصلی شما معمولا میبینید که شبیه هم هستن. میگم خب چه کاریه؟ من از همین صفحه یه کپی میگیرم، اسمشو میذارم نیوز آندرلاین ویو. خب از این صفحه ایندکس هم میخوام یه داپلیکیت بگیرم. گفته بودیم برای داپلیکیت باید از چی استفاده کنی؟ کنترل دی. خب اسم اینو میذارم صفحه news underline view.php. این است. حالا باید یک کاری کنم، کاربر آیدی که ارسال کرده الان وقتی من روی ویلکام کلیک میکنم میاد وارد صفحه نیوز آندرلاین ویو میشه و چه آیدی رو میفرسته؟ یک آیدی خبر مربوطه رو میفرسته. من باید یک کاری کنم که آیدی از این بالا دریافت بشه اتوماتیک و اطلاعات خبری این پایین چی بشه؟ لیست بشه. خب میگم برای این کار، برای اینکه آیدی رو دریافت کنم برم تو سمت بانک اطلاعاتی خبر رو جستجو کنم، از چی استفاده میکنم؟ رکورد ست. میگم آرسش رو میذارم آرس نیوز مثلا. میگم توسط کانکشن وصل به بانک اطلاعاتی کدوم جدول؟ نیوز. همه اطلاعات بانک اطلاعاتی یا همون جدول نیوز من باشه. میگه فیلترش چیه؟ زمانی که آیدی بانک اطلاعاتی مساوی بود با یورل پارامتر آیدی ما. میگم زمانی که آیدی بانک اطلاعاتی مساوی بود با یورل پارامتر آیدی. میگم مرتب سازی هم لازم نیست چون یه رکورد بیشتر تو خروجی نمایش داده نمیشه. اوکی میزنم. حالا برای نمایشش چیکار میکنم؟ از یک داینامیک تیبل استفاده میکنم. میگه چند تا رکورد نشون بدم، میگم همه رو نشون بده واسه آرس نیوز. یه رکورد که بیشتر نیست، میگم همه رو نمایش بده. خب میام به این جدولم سطر اضافه میکنم. میخوام یه جوری این چیدمانش رو درست کنم. اول اینا رو یه جوری بچینم اندازه صفحه‌ام به حالت نرمالش برگرده. ستونهای اضافی رو پاک میکنم. میگم عنوان خبر این بالا قرار بگیره. یعنی این کل این سطر رو انتخاب میکنم و چیکارش میکنم؟ مرجش میکنم. این از این. میگم متن خبرم اینجا قرار بگیره. باید متن خبر اینجا قرار بگیره یا متن کامل خبر؟ ببینیم ما توی دیتابیسمون برای خبر یه متن داشتیم، یکی متن کامل. توی صفحه نیوز ویو متن کامل قرار میدن یا متن مختصر رو؟ متن کامل. پس میگم اینجا چی رو قرار بدم؟ متن کامل. میگم پس متن خالی رو دیگه نیاز ندارم اینجا. میگم خب حالا میتونم پایینم این سطحی که وجود داره اینجا مثلا نویسنده رو بذارم، اینجا منبع و حالا موضوع خبرم میتونم این بالا قرار بدم قبل از متن کامل خبر. اینجا بنویسم کاتگوری
پایینم متن کامل خبر نشون بدم. اینجا بنویسم آرچر، بعد ریسورس و اینجا میتونم دیت خبرم قرار بدم. یه ستونم اضافه میکنم می‌نویسم دیت. این است. سطر و ستونای اضافی هم پاک میکنم. به آیدی هم نیازی ندارم. این از این. حالا جدولم هم میام یه رنگی هم بهش میدم تا نسبت به بقیه متمایز بشه. این است. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. این ایندکس من روی ولکام کلیک میکنم، میاد چیکار میکنه؟ خبر مربوط به ولکام اینجا نمایش میده. کارمون درست انجام شده؟ این است.